در سکانس آخر قسمت 86 زبان اصلی سریال خواهران و برادران میفهمیم که ماجرای تیراندازی رویا و خواب نیست و واقعا اتفاق میافتد. بچه‌ها در کافه نشسته و به ناگاه متوجه وارد شدن دو فرد مسلح میشوند. افراد مسلح بلافاصله بچه‌ها را به گلوله میبندند. در این بین عمر فداکاری کرده و خودش را جلوی یاسمین انداخته و پیشمرگ یاسمین میشود. بلافاصله و بعد از تیراندازی افراد مسلح فرار میکنند. آسیه همان زمان سر رسیده و با ورود به کافه متوجه قتل عام بچه‌ها می شود. در تیزر قسمت جدید می بینیم که آسیه اورژانس و پلیسا را خبر کرده و بچه‌ها به بیمارستان انتقال داده شده و به خانواده هایشان هم خبر داده می شود. در این بین به نظر می رسد که تولگا و زهرا کشته شدند و فوت کردند. در ادامه اولجان و ایبیکه به اتاق عمل برده شده و تحت عملهای جراحی سنگینی قرار می گیرند. اما دکترها اعلام می کنند که به کما رفتند و باید منتظر ماند و دید که آیا زنده می مانند یا نه. همچنین عمر وضعیت بسیار وخیمی دارد و احتمال مرگ و مردن او بسیار زیاد است. از قبل و از چند هفته پیش اعلام شده بود که قرار است در پایان فصل سوم چندین بازیگر از سریال جدا شوند و حالا به نظر می رسد که با این حمله و قتل عام احتمالاً شاهد جدایی و مرگ بازیگران زیادی در سریال باشیم. قسمت 87 سریال یعنی قسمت بعد تکلیف همه ماجراها را مشخص می کند و معلوم می شود چه کسی زنده می ماند و چه کسی کشته خواهد شد و سریال را ترک می کند. دیدن این قسمت جذاب و مهیج را از دست ندهید.